خب استاد سوال بعدیم است، انشالله تماشا میکنیم، نوروی شما را گوش میکنیم انشالله. سوال دیوم استاد همین است که انا در یک مسئله ما کم اختلاف شدگی استاد. همه خیلی که انا زن در حدیث صحیح اومده استاد که میگن که زن به اجازت اگر از خانه شوهر به یگان جو اگر بروه تا اومدنش در لعنت الله و ملائکه گرفتار میشود. انا با در یک جای دیگه از یک علیم دیگه شنیدیم که زن حق داره که در یک هفته یک مرتبه پدرش خبر گیره. همین تو چی درجه استاد اساس دارن، تو چی درجه ما میتونیم که همین فهم برای خودمون بگیریم و چگونه بر ایروی همین عمل کنیم استاد؟ زن در یک هفته یا مراتبه رفته پدرش خبر گیرد، این خیلی حدیثه نمیدونم که به این تهدید آمده باشد، به این خیلی حد و حدود پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشته باشه نمیدونم، این خیلی حدیثه. تا جایی که میدونیم یعنی که یگان شریعت حد و حدود نگذاشته است. زیارت خویشاوندان به قدری که معروف است، یعنی در عرف همین است که مثلا اگر یک ماه پدر زیارت بنروید، این گم شدی کجا بودی ما خواطر شدیم، گوید این دلالت میکند که در عرف آنها یک ماه یعنی که یک ماه دور بوده است، یعنی که به عرف برمیگردد. طبق عرف باید به نیکی خبری پدر و مادر را خبر گیرند، خواه به واسطه تلفن باشد خواه به واسطه حقیقی، به هر حال خبر گرفتن آنها معروف است، لیکن با اجازت شوهر، بدون اجازت شوهر جایز نیست.